آوردند که بار امام بخاری در سفر به کشتی سوار می شوند و همراه خود 1000 تنگه طلا داشتند. هنگام سفر با یکی از همسفران در کشتی آشنا می شوند و چنان نزدیک می شوند که سر خود را به او افشا می کنند. وقتی آن مرد خبر می یابد که امام چنین مبلغ با خود دارند، برای به دست آوردن آن چاره‌جویی می کنند. بعد مدت آن مرد داد و فریاد می بردارد که تنگه های او را دزدیده اند. وقتی از او ماجرا می پرسند، خبر می دهد که با خود 1000 تنگه طلا داشت و اکنون آن را کسی از کشتی بودگان دزدیده است. سپس برای یافتن آن صاحبان کشتی قرار می کنند که همه نفران در آن بوده را تفتیش نمایند. امام بخاری از این حیله مرد آگاه می شوند و در حال آن تنگه ها را به دریا می اندازند. وقتی صاحبان کشتی همه را تفتیش می کنند و تنگه های دعوا کرده آن مرد را نمی یابند، او را سرزنش می کنند. آن مرد از آن که تنگه های گفته امام بخاری پیدا نشد تعجب می کند و به حیرت می افتد، ولی چیزی گفته نمی تواند. بعد از آن که کشتی به منزل مراد می رسد، همه پراکنده می شوند. آن مرد آهسته نزد امام می آید و می پرسد که چگونه شد آن تنگه ها نبرآمدند. امام به او در جواب می گویند: ای احمق، من در طول عمر خود به جمع حدیث های پیامبر صلی الله علیه و سلم مشغول هستم و این مردم مرا با دیانت و امانت می شناسند. از این رو نمی خواهم که با یک شبهه چنین مقام خود را از دست دهم و بی آبرو گردم. انا برای همین آن تنگه ها را به آب انداختم. باوری مردم این گوهر نایاب است. آن را شخص عاقل به چند دینار به شمار نمی فروشد.